دوستان این هم دستگاه تراشکاری نو. اینا دیگه دست دوم نیست. این انبار کلا از این وسایل گذاشتن. اون چیزی که شما فکرش میکنین اینجا موجود هستش دیگه. دوستانی که میشناسن برای ما توضیح بدن اینا چه کارهایی انجام میده. حقیقت ما تو این کارا نیستیم. اینا فقط میدونین دستگاه تراشکاریه. اینا هم که دیناوو هستش. باز به قول معروف ایندیا میگن دیناوو، خودمون میگیم دیناب. اینا که خلاطه. بریم باز ببینید دوستان موتور اینا هم به صورت کیلویی هستش دیگه. هر جوری شما حساب کنید فرق نمیکنه، باتون حساب میکنن. این دستگاه چیه دوستان ما نفهمیدیم. کامبینی کوچولوی زراعت میزنه چیکار میکنه، ولی صندلی نداره. خلاصه اینا شما اگه 1 ساعت هم بخواید تو این 2 سالو بگردین سر کلش پیدا نمیشه. آخر معلوم نمیشه اینجا چی به چیه دوستان. این هم هستش. یه لفتراک هم تو اینا. ببخشید بادکت. الان مدلش و قیمتش اینا هم در میاریم. در حد نو هستش اینا، چون ایستاده اینجوری زنگ زده یه خورده. اینا سنگ بره، آهن بره، سنگ بریه. واسه دور بزنی. آچارهای کیلویی دوستان. دستگاه تراشکاری. اینجا دیناب خوب ریخته. دیناب کسی خواست عالی. اینم گیرای اصل.